بله درباره جوینا نونرین انکسی ده پیمانیان اجتماعی هیزن شورش و اپوزیسیون سوریه جوینک لگل نونرین بالوسخانه آلمانی لترکیه جویان نونرین انکسی داخواز جبر پرسن آلمانی کرن کو فشار لپیده بکن دا کوره لبر وگرا در بدرن عفرین و سریکانی لسرمال و ملکن وکن جوین دنافبر شاندک جه بالوسخانه آلمانی لترکیه و سروک سکرتری یکم توماس اوبلیریش و نونرین انجمن اجتماعی کردی لسوری ده که هر یک جیگری سروک هفپیمانی دکتر عبدالحکیم بشار و اندام دسته سیاسی دکتر زهیر محمد عبدالله گدو پیک ده هاد جوینی دجی بحث استنگین بعد جبو دانستاندن کردی را و دوسته رواندیان و خال ناکوکدار نوبره هر دو آلین دانستاند کرده و گفین سکردین و جهری ما کردستانی را هر بها بحث پیلا وگرا در بدرن عفرینه بو سرمال و ملکن وان استنگین تینا لپیش یوان و پیوستی پیشکش کرنا کاریان جبو در بدرن عفرینی این کوبت گرن لسر مال و ملکن خوا هر بها نونرین انکسی داخواز جبر پرسن آلمانی کرن دا کو فشار لپیده بکن و ری لبر در بدرن عفرینی وکن و سریکانیجی دا کو وگرن لسر مال و ملکن خوا هر د جوینی ده بحثا نبونا آویل باجار حسکی و دور پیش کرنا رژیم سوریه یا لسر باجار درعای